بار یک تلفن روی کرد نه زندگی نکنه من بود کار ندارم فقط آواز شد. این خانواده در ناحیه فیض‌آباد بیشتر از 6 ماه باز دختری بی‌درک شده اشون را جستجو دارند. مادر شب و روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. سحر کار رفته بود اومد شش همینجا اومد شش گفت که چی ما گفت در ملیسه میتماش ما گفتم چی با گفت که ما جنجال خوردگی با او دخترم اومد هیورشم اومد گفتم برای چه خیلی کار کرده شما که گفت که مرا گفت در آسیا بود جنگ خورده بودین تلفن قطعی سرم دادگی من زندگی نمیکنم دیگه. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده‌اش شوهرش از او طلب کرده است که کارو بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است. نه کار من گفتم که خیلی سببش همین باشه شروع مصلحت که با هم خیلی رفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچا گو من یه جا میرم بعد میام گو با قطیت ما یه جا مهمانی میرفته بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه من در حصارم همون جدا میگه یک کانتر داکمنت میگم میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دوتا تلفن‌های کلان در دستش نه نمیراش کار میکنه نه یک گونچش کار میکنه خب همیتا دیگه شوشم نیامد خدشم نیامد. شوهر سمیه پیش از بی‌درک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد این مدت دیگر باره به مهاجرت مهنتی می رود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلافی نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک را دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افزود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. با همین 3 مشید رفتم گفت که ما دیده شدیم. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامراها یا صحبت‌های تلفنیش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده ازدواج او با شوهرش با خواست والدان صورت گرفته است. سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بی‌درک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بی‌درک باقی مانده است.